بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی که پیشتر گفته بودیم خواهران عزیز، برابر درس ها یکم از دعاهایی که در کتاب های صحیح آمده است، از صحیح بخاری و از صحیح مسلم، از اینم با خبر باشیم. علل خصوص خیلی از یک شما طالب علمانی که اینجا هستید، خواهش میکنم که دعاهایی که اینجا میخوانیم از یادش کنید برای اون که این دعاها اگر همین خیل فقط با خونده گذشته رفتن تمام شود، در خاطر شما نمیماند. و در صحیح بخاری کتاب دعوات است که من خواهران عزیز از فتح الباری میگیرم. در کتاب فتح الباری هر دعایی که برای حفظ کردن هست من آن را گرفته میگذارم. یعنی فقط حدیث هایی که عادی آمده است، مثلا درباره اینکه پیامبر دعای اجابت شده دارند و آن در روز قیامت است، آنها را نبود. دعاهایی که من و شما میتوانیم از یاد کنیم از آنها گفته میگذاریم. امروز درباره افضل الاستغفار، یعنی بهترین نمود توبه کردن یا بهترین دعای توبه کدام است، درباره آن صحبت میکنه. چه خیلی که میدانید خواهران عزیز، الحمدلله وقتی خواهرها همین گونه سوال میدهند، خیلی خودم من شخصا خوشحال میشوم. خواهرانی که میگن چگونه توبه کنم، خیلی پشیمانم، خیلی از این کارم در نزد پروردگار شرمنده هستم، من چگونه توبه کنم. و اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم برای من و شما سید الاستغفار رو، یعنی بهترین نمود توبه کردن به سوی پروردگار رو می آموزند که خیلی گفتم حتما از پای حفظ کردنش هم شوید. درباره باب استغفار می دانید که استغفار سبب بخشیده شدن گناه، بالا شدن مرتبه انسان در نزد پروردگار، زیاد شدن رزق و زیاد شدن فرزند می شود. چون الله چی می گوید؟ و استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. قومی که زیاد توبه و استغفار میکنند، برکات زمین و آسمان بالای آنها میبارد. قومی که زیاد استغفار میکنند، پروردگار درهای رحمت خود را در دنیا و آخرت برای آنها باز میکند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث از شداد ابن اوس است که میگویند پیامبر گفتند سید الاستغفار ان یقول، سید استغفارها، بهترین استغفار این است که تو بگویی اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدک و انا علی عهدک و وعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علی و ابوء لك بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. در روایت دیگر اغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. پیامبر میگویند سید استغفار، بهترین نمود استغفار این است که بگویی پروردگارا، خدای من، اللهم تو پروردگار منی، تو ربی منی، هیچ خدای بجز تو وجود ندارد. تو مرا خلق کردی و من بنده تو هستم و من در عهد و در وعده های تو به قدر توان هستم. یعنی تا می توانم از پی گفته های تو هستم و تا می توانم از گناه هایی که تو حرام کرده خود را دور می کشم. اعوذ بک من شر ما صنعت، پروردگار من به تو پناه میبرم از بدی که هر چیزی که انجام میدهم. یعنی پروردگارا، هر بدی که از دست من می آید، خداوندم خودت نگه دار که من به آن دست نزنم. ابوء لک بنعمتک علی، پروردگار من اعتراف میکنم به هر نعمتی که به من دادی. و ابوء لک بذنبی، و من اعتراف میکنم به تمام گناهایم. اغفر لی، تو گناههای مرا ببخش. فانه لا یغفر الذنوب الا انت، بجز تو کسی گناه ها را نمی بخشد. پیامبر میگویند هر کسی که این دعا را پگاهی روزی یقینا بگوید، یعنی چیزی که گفته ایستاده است یقینا باشد، یقینا به پروردگار اعتراف کند به بندگیش، به گناهایش، به پروردگار پناه طلبد از خطاهایش، یقینا این را بگوید
به یگان شک و شبهه، هم با دل و هم با زبان، اگر میگویند همان روز بمیرد بیگاه نشده، او از اهل جنت است. و هر کسی که در شب این رو بگوید و یقینا بگوید، یعنی فقط با زبان گفته نگذرد، چیزی که با دهان میگوید با قلبش هم با حضور دلش هم باشد، اگر در شب بگوید تا سحر نرسیده بمیرد، او از اهل جنت می باشد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم خواهران عزیز این دعا رو گفتن سید الاستغفار، و چه خیلی دیده در داخلش تمامی تذلل و شکستگی در برابر الله هست که شما در برابر الله چقدر خاکساری میکنید، چقدر خود را بیچاره میکنید که پروردگار من اعتراف گناه ها میکنم و تو گناه های مرا ببخش. و همین استغفار رو در ذکر صبح و شام هم می آورند، چون پیامبر گفتن پگاه روز بگوید و بیگاه روز بگوید. اگر شما حفظ کردید بعد از نماز بامداد و بعد از نماز شام یا هر وقتی که دلتون به تنگی آمد، چون استغفار زیاد قلب‌های سیاه یا گفتیم قلب‌های زق و تنگ رو هم می‌کشاید. همین دعا رو گشته و برگشته بخوانید و به اهل گناه که خواه و ناخواه کی نباشیم به جز پیامبران، حتی صحابه و اهل بیت پیامبر و هر کس نباشند، در نزد ما اهل سنت و جماعت خواه و ناخواه به گناه دست میزنند، یقین بدانید به کدام گناه دست نزدید. اولا که حرکت کنیم به گناه دست نزنیم، لیکن چون انسان هستیم و گناه کردن در طبیعت انسان آفریده شده است، وقتی گناه کردید چه غیبت باشد چه چیزی دیگر باشد حتما این دعا رو بخوانید. و اینجا در مسند امام احمد خواهران عزیز حدیث است که ابلیس شیطان لعین میگوید ای پروردگار، من اینها رو تا زمانی که روح یا جان در تنشان هست گمراهشان میکنم. و پروردگار میگوید و عزتی لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، من باشد ای ابلیس قسم به عزتم میخورم که مادامی که آنها استغفار میکنند و از من طلب بخشش گناه ها میکنن، من آنها رو بخشیدن میگیرم. تو آنها رو گمراه کردن بگیر، آنها توبه کردن میگیرند و من آنها رو بخشیدن میگیرم. یعنی هر باری که شما توبه کردید و به شرط اون که توبه نصوح باشد که پروردگار من به این گناه بر نمیگردم و حرکت کنید بر نگردید، پروردگار شما رو میبخشد. و این چی است؟ سید الاستغفار است که پیامبر صلی الله علیه و سلم به من و شما آموزاندن. خیلی گفتم ان شاء الله به گروه ها هم متنش رو روان میکنیم. اونهایی که عربی خونده میتوانند حتی تاجیکیش رو هم حرکت کنید تا درس دیگر همه از یاد باشه. تو از یاد کردن میتوانید، بعضی خواهران میگن من از یاد نیستم، از ورق بخونید. یعنی بعد از بامداد و بعد از نماز شام حتی از ورقچتون گرفته بخونید هم قطعیتون باشد. از تلفن هم بهترش، تلفن که مثل ورق و قلم و کاغذ اصلا قوت ندارد، اگر از ورقچه بخونید هم یگان باکی ندارد. باز چند بار خواندن ها انشاءالله از یاد می شوید و انشاءالله که بهترین نماد توبه کردن را از زبان پیامبر صلی الله علیه و سلم امروز آموختیم. و همین یک دعایی چه سید الاستغفار بسنده است.